مجله ویدئویی اکسیر کسب و کار، نشست بررسی مشکلات صنعت حمل و نقل، مدیریت نشست دکتر احمد فرخی حاجی آباد. صنعت حمل و نقل شاه کلید توسعه اقتصادی. و اونهایی که در این حوزه با ایجاد مشکلات و موانع و بستن سهولت‌ها در این امر همراهی با دشمن نظام، کشور و اقتصاد دارند، بدانند که راه به جایی نخواهند بود. اما واقعیت ما یک تحریم داخلی هم داشتیم. متاسفانه قوانین دست و پاگیر گمرکی، تعزیرات و قاچاق کالا، افزایش قیمت‌های هم، هزینه‌های هم باعث شد که حجم ترانزیت کاهش چشمگیری داشته باشد. اون چیزی که ما الان به دنبالش میگردیم دادگری در داوری هستش و عزیزانی رو زیاد در اطراف خودمون میبینیم که متاسفانه به ناحق مسیر حرکت پرونده هاشون دچار ایراداتی شده و معضلاتی رو برای زندگیشون به وجود آورده. این بزرگمردان، این مسئولین نه تنها در فکر نیستن، بلکه در تضاد این مسئله دارن حرکت میکنن. کتابی کوچک در کشور و مشکلاتی بسیار بزرگ. مجریان و مسئولیانی که هستش همه بر سلیقه‌ای و بر اساس قانون قواعد خود شخصی دارن عملیات انجام میدن. عدم اجرای کنوانسیون بین‌المللی در ایران اصلا عضو هستیم، بعضی هم عضو نیستیم، ولی کسی به اجرای کنوانسیون بین‌المللی اصلا اینجا وقعی نمیذاره، یعنی اصلا کسی نگاه نمیکنه به اون. مثل همین موردی که برای من تو وزارت راه به وجود اومد. هر کدام یک قانون و یک قوانین خاصی گذاشتن و همه اینها در تضاد و تشتت قوانین باعث شده که ما نتوانیم سهم خاصی که از حمل و نقل در منطقه باید داشته باشیم با توجه به موقعیت استراتژیک و موهبت خدادادی که به ما داده. از 7 یا 8 کشور همسایه ما فقط 2 کشور دسترسی به آبهای آزاد دارن. گمرک قلب اقتصاد یک کشور هست. این قلب امروز به بیماری مزمنی دچار شده که اگر به داد اون نرسیم اقتصاد کشور خواهد مرد و تلف خواهد شد. فردا بسیار دیر شده. امروز باید چاره‌ای اندیشه کنیم.